ما توی چک 12 گانه‌ای که داریم یکی از نکتهایی که بهش توجه میکنیم سیستم جلوبندی عقب بندی. الان تو سیستم جلوبندی این ماشین اگه نگاه کنید فاصله بین کمک تا رینگ خیلی کمه. چرا؟ چون که این کمک‌های متفرقه است. چیز دومی که نگاه میکنیم سلامت و صلابت رینگ ها و لاستیک هاست. از نظر این که هم سایزشون هم تاریخشون هم این که لاستیک متفرقه نباشه. از لاستیک های رامفلت استفاده میکنه ماشین های بی ام و بابت اینکه هیچ کدوم از ماشین های بی ام و بجز سری X1 چیز ندارن، زاپاس ندارن و لاستیک های رامفلت استفاده میکنن که اگر پنچر شد توی هر شرایطی یا هر اتفاقی که افتاد تا 200 کیلومتر با سرعت 80 تا میتونن رانندگی کنن. الان این لاستیک برجستون رامفلت هم هستش. یکی دیگه از چیزایی که چک میکنیم توی سرویس وضعیت ظاهری موتور. این ماشین در سوپاپش الان نشتی داره، از این قسمت در سوپاپ نشتی داره. نگاه کنید حتی داخل خود بلوکه سیلن روغنه. یه چیز دیگه ای هم که هستش پیچ کاتالیزور رو میبینی؟ پیچ پایین 13 دقیقه. اون پیچ وقتی که پایین باشه وسکیت کامل باز نمیشه و توربو توی حالت فشار بوستی که قراره بهمون بده کامل قرار نمیگیره. بابت همین موضوع ما میایم توربو رو ادجاست میکنیم. اون پیچو دوباره از اول باز میکنیم، میبندیم سر جای خودش، با دستگاه ریست میکنیم. با این دوتا پیچی که داره دهی توربو رو ادجاست میکنیم. یعنی توربو که نه وسکیت رو ادجاستش میکنیم که کاملا اون دریچه داخلی توربو باز بشه برای ما. بحث بعدی چیزی که چک میکنیم و خیلی واسمون مهمه تصمیم دینامه. تصمیم دینام خود را جلوی ماشین قرار داره تو موتور ام-وی. این موتور 48 داره بدله ولی خوب میشه بازم دید. حالا چیه؟ بحث ترکه. حتی اگه ترک ریز یه همچین ترکی میبینی این ترکو یه همچین ترکی هم داشته باشه ما عوض میکنیم. چرا؟ چون معلوم نمیکنه که توی مثلا چند هزار تا مثلا این تصمیم دووم بیارن میگن که مثلا یه دونه ترک اینطوری هم داره. این ترکی که بزنه میره لای فولی میلاین و باعث میشه که بره لای کاسه 90 و روغن ریزی پیدا کنه. خیلی داستان ها بخوریم. حالا مشتری توی جاده توی راه میمونه و باعث نارضایتی میشه. سر همین ما تو هر سرویس واقعا اینا رو چک میکنیم براشون.